دوستان من امی صورت‌ها را گذرانده استه بودم، نوارو را دیده استه بودم. یک صورت در چشم غلطید خواهر فلسطین که به قول کمپیرای بیبی میگفتن که پارگی کردگی یا که متای دختگی است تا بدنش نتوه، در حالتی که نه نون خوردن دارن نه لباسی پوشاندگی دارن. خواهرای مسلمان فلسطینی در نظر دارم با همه این گه نکرده تنش پوشانده شده که تنش نتوه در چشم نامحرمان نرسد. اما متاسفانه خواهرای ما چی در داخل وطن چی بیرون از وطن در طرف روسیه دیگر دولت‌ها برای یک لایک کامنتر بدی که باید بنویسن یا پرسماتر بگیرن نه تنها تنشان میپوشن، حتی اوریان کرده تا نشان میتن با گفتی خودشون با قول خودشون لایک کامنتر خوب پرسماتر بگیرن. نه ترس از قبر است، نه از روزی قیامت است، نه از دوزخ است، نه از الله است. برای یک پرسماتر ناچیز متاسفانه بعضی شوهرها که یابرهای دهیوزشون نگاه کرده با همه را ستوریس میکنن و تا که دیگرها ببینن. شو از خدا بترسی خواهرها. من شما را نمیگم فرنجی کنی محکم کنی، حد اقل همون روی مالی خطونه بنده همون فرض الله حرس کنی و طوری بگیم همون محکم کردنی که وجودی شما نتوه. و شخصایی که شما چون این چیزا را بگیم پدیشکا میکنی یا که دستگیری میکنی شما را بگیم سوچست نکی یا که همراهی در قیامت انشاءالله جواب میتی. الله همه ما را هدایت کنه. حسبنا الله و نعم الوکیل. خواهرها از قیامت بترسی، خواهرها احتیاط کنی، شوهراتون حرمت احترام کنی و گوش کنی پدر و مادرای عزیزتون. پدرای عزیز وقتی خواهرها را به شهر غریبی روان میکنی نظارتشان کنی، در گیجا کار میکنن، سوم از گیجا میوه، شبها قطعی کی خوان. متاسفانه بعضی چیزایی که در اکرام گفته نمیشه. خدا همه ما را هدایت کنه. السلام علیکم.